امرالله صالح، معاون نخست دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی، در یک گردهمایی پیکارهای انتخاباتیش در میان باشندگان کابل میگوید که هیئت گفتگو کننده تنها با طالبان رایزنی خواهد کرد. ما هیئت با صلاحیت به مذاکره میفرستیم، هیئتی که تنها در اونجا صحبت کنه، نه که فیصله کنه. فیصله را باید لوی جرگه افغانستان، پارلمان افغانستان بکنه. ما سرنوشت خدا به دست 10 یا 15 نفر به نام هیئت مذاکره کننده هرگز نمیتیم. آقای صالح میگوید که طالبان به امریکاییان گفتند که برای گفتگو و صلح با خارجیان هر زمانی آماده هستند، اما با حکومت صلح نخواهند کرد. از همین رو روند صلح بسیار طولانی و پیچیده شده است. ما حلقه نقاب‌پوش شورای کویت را حاکم به سرنوشت زنان با عزت افغان نمی‌سازیم. صالح می‌افزاید که طالبان به امریکاییان گفتند که به حمله هایشان در برابر نیروهای دولتی افغانستان ادامه خواهند داد و نیروهای امریکایی نباید از نیروهای دولتی پشتیبانی کنند. پاکستانی سوایی چې ته کنترول نه لري، موقته توګه د خپل نیمایي خاوره زما ګوډاګۍ ته ورکه، بیا چې سوله رااله زه بیرته ستا خاوره ورکوم. آیا تاسو دوهم ګندمک منئ؟ دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویش ده. از سوی دیگر حکومت میگوید که نگران است یک معاهده نسبی با طالبان امضا شود. ځینې اندېښنې موجودې دي د دې په ارتباط دغه موافقتنامه خدای مکړه د دې باعث نسی چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته بد تبعات ولري. با این همه زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، هنوز هم در کابل است و با رهبران حکومت وحدت ملی درباره تایید متن توافقنامه با طالبان رایزنی می‌کند.